سلام، چطورید؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. آقا من اومدم بهتون بگم که فقط یه چیزیو، اینکه اگه به خاطر این شرایط به وجود اومده کسب و کارتون، کاری که واقعا واسش زحمت کشیدید، سالها گرد و خاکشو خوردید، سختیشو کشیدید، به زور آوردیدش بالا، الان اوکی نیست، حالش بده، بیزینستون کلا در فضای معلق به سر میبره، یه چیز طبیعیه و برای همه ماهایی که حالا کسب و کار اینترنتی داریم که هیچ. من دیروز بازارم که بودم، خیلی از گالری دارها، خیلی از مغازه‌دارها واقعا از این همه خلوتی رکود خیلی دلسرد بودن و همه منتظر بودن واقعا یه تکونی بود. اگه اینجورید مثل منید، مثل خیلیای دیگه اید و اگه خیلیا هی میان میگن ما نمیدونم هنوز فروشمون اینه، اینجوری میفروشیم، اینجوری، خیلی باور نکنید. واقعا تو بطن خود بازار تهران اکثرا شاکی بودن، اکثر خیلیا هنوز اصلا مغازه‌شون رو باز نکرده بودن تو این 2 هفته، چون هنوزم نمیدونن که چی میشه. پس اصلا بدون نگاه کردن، بدون شعاع تبلیغاتی که خیلی ها ممکنه راه بندازن و بگن ما اوکییم، نمیدونم این فروشمون بسته 50 تا 30 تا 40 تا بسته پستی نشون بدن، کنین که خیلی ها مثل شما، مثل منن، مثل همین، و اینکه کسب و کارمون آسیب دیده و هنوزم ترمیم نشده، هنوزم خیلی شل و خیلی کم رمق داره پیش میره، ولی درست میشه و اتفاقای خوب واسه مردم ایران و ایران عزیزمون حتما میفته. تو این اصلا شک نداشته باشین. با امید فقط شما کارتون رو بکنید، ادامه بدید، فقط ادامه بدید.